سلام، امیدوارم با آزادی آنلاین هستید. مشکل در انتقال پول به تاجیکستان، صحبت با ملیشه از پس پنجره، نقب تیر اوتار و پرگرد و غبار استقلال و جنجال دختران اطلس پوش در زمستان سرد از موضوعهای برنامه امروز است. ویدیویی را که حالا می‌بینیم یک جوان تاجیک از روسیه فرستاد و گفت که او را به سبب دستگیر کردند و پس پنجره انداختند. خودتان ببینید و ملیشه چی میگوید. Туалет там нельзя заходить? Ты же сказали, здесь туалет нет. У меня все документы есть. В каком основании миграционная карта есть? Все правильно. Если у меня все правильно, как я 10 тысяч? این جوان به رادیو آزادی بعداً گفت که پول را هم نداد و از شعبه امور داخلی در نهایت رفت. و واقعا ما چند شرح گرفتیم که چرا فقط ویدیوهایی را نمایش میدیم که وضع ناگوار مهاجران در روسیه را نشان میدهند و با این کار پدر و مادران آنها را غمگین میکنیم. و ویدیویی که یک مهاجر دیگر فرستاد برعکس بیانگر وضع خوبی او در روسیه است و خودش چنین نقل میکنه. ما یک جای کار میکنیم، همین ای طرف گاسوداست و چی موندگه افطابوس اینا دیده سین برای یک کسم میره و میاد همه های میکنه با خفام چی میکنه عبرت نمیگیره میاره جای ما دم هم خل شوه همه ساعت شقاتی برا و ساعت شقاتی بیا دیده سین برای یک کسم میره و آماده سه افطابوس. در ادامه برنامه یک ویدیو جالب دیگر داریم از داخل نقب استقلال. پیش از آن درباره مشکل انتقال پول صحبت میکنیم که روز 3 دکبر شروع شد. مهراب نظریف در اینستاگرام مقامات را تنقید کرده است که فکر مهاجران را نمیکنند و نوشته است: آیا حکومت ما فکر مهاجران را نمیکند که بیرون از کشور یک چند روبل را با عرق جبین کار کردند و میخواهند با خرج کم به خانه بفرستند از همین امکانیتشان محروم میکنند؟ مگر این غمخواری به خلق خود است؟ بحث داغ درباره این مسئله در فیسبوک هم ادامه دارد و کاربر با نام بهروز رحمت غفوروف نوشته است: زلاتای کرونا یکی از سیستم هایی است که 87% مهاجران به واسطه آن پول میفرستند. بگذار زودتر راه حل را پیدا کنند و مهاجران بیچاره که با صد عذاب و مشقت پول کار میکنند سرسان و سرگردان نشوند. یکی از مهاجران تاجیک با نام سهراب جابیروف از روسیه به ما زنگ زد و گفت که در خانه ما برای نان جنگ است، اینها راه فرستادن پول به تاجیکستان را بستند. پیش از صحبت درباره جنجال دختران اطلس پوش تاجیک در زمستان یک ویدیویی را می‌بینیم که شاید در گذشته اصلا ندیده اید. ویدیو در داخل نقب استقلال ثبت شده است که دوشنبه را به شمال کشور می‌پیوندد. ادامه برنامه در دست راننده است که ویدیو را فرستاد. در تونل رفته سمکه تونل سوید نداره. دود چنگ در هوا التماس همین امکانیت باشه اگر همین سویتو را نقض می‌کردن. شاید این هفته عکس‌های دختران تاجیک را در فیسبوک و دیگر جاها دیدید که دست پیشی بر رئیس ناحیه تیمور ملیک را پیشواز گرفتند. کاربر با نام اسکرعلی در وبسایت رادیو آزادی نوشته است: رئیسان ناحیه و ولایت‌ها از مراسم استقبال پرزیدنت عبرت گرفته و گفتند چرا به او ممکن بوده است به ما نه. شما آیا دیدید که در بزرگترین کشور قوی و ثروتمندترین دنیا امریکا اوباما، بوش، کلینتون و یا ترامپ را محصلان با گل و شیرخوانی و لباس چکن و اطلس پیشواز گرفته باشند؟ کاربر با نام اردشیر بابکان نوشته است: بگذار مانند آن که ریش و رویمال و معرکه ها را تنظیم کردند، جلب دانشجویان را هم به تنظیم درآورند. هر کسی یا ناحیه طلبه ها را برای پختچینی و رقص و بازی و پیشوازگیری منصبداران استفاده میکند جریمه شود. شما هم اگر نظر و اندیشه دارید پس نویسید چی در وبسایت azadi.org و میتوانید به همین رقمی که میبینید بفرستید. ویدیو و عکس‌های خود را نیز وایبر، واتساپ، تلگرام و ایمو هم داریم. ویدیوی آنهایی که نشر نشد در برنامه‌های آینده حتما پخش میشوند. تا دیدار در برنامه دیگر.